با سلام خدمت همراهان گرامی. در این قسمت قصد داریم 10 تا از خوش قیافه ترین مردان جهان رو که از نظر تیپ، هیکل، شخصیت و موقعیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتن رو خدمتتون عرض کنیم. در ادامه با ما همراه باشید. شماره 10 رابرت پتینسون. این بازیگر تهیه کننده، مدل و نوازنده آمریکایی 31 سال داره که محبوبیت زیادی در بین نوجوانان مخصوصا دخترها داره. با اینکه بازی و تیپ پتینسون منتقدان زیادی داره، اما همین چهره او بود که باعث شد تا نقش مهم ادوارد در سری فیلم های گرگومیش به او واگذار بشه. شماره 9 جانی دپ. جانی دپ به خاطر چهره زیبا و بازی جذابی که داره خانم‌های مختلف از هر سنی رو به خودش جذب میکنه. دپ به دلیل بازی در فیلم‌های موفق بسیار زیادی مثل دزدان دریایی کارائیب، آلیس در سرزمین عجایب، چارلی و کارخانه شکلات‌زادی شهرت و ثروت زیادی کسب کرده. شماره 8 سلمان خان. سلمان خان یکی از محبوبترین و زیباترین بازیگران سینمای هند محسوب میشه. او که در 27 دسامبر سال 1965 در هند به دنیا آمده، یکی از بهترین بازیگران و تهیه کنندگان هالیوودی نیز به شمار میره. با اینکه سن سلمان خان از 50 سال گذشته، اما هنوز هم چهره جوان و شادابی داره. وی همچنین بدن آماده و عضلانی داشته و سلیقه خوبی نیز در زمینه انتخاب لباس و فشن داره و جالبه بدونید که بیشترین شخصیت گوگل شده در کشور هند در سال 2015 نام سلمان خان بوده. شماره 7 براد پیت. مطمئنا در هر لیستی که راجع به مردان جذاب باشه، نام براد پیت نیز به چشم میخوره. او که اولین تجربه بازیگری خودش رو در یک فیلم تگزاسی در سال 1963 کسب کرده تا به امروز نقش‌های زیادی رو بازی کرده و برنده چندین جایزه مهم و معتبر نیز شده. شماره 6 نووا میلز. نووا میلز که در 26 آوریل 1983 متولد شده، یکی از مشهورترین بازیگران و مدل‌های کاناداییه. به دلیل چهره جذاب و شخصیت دوست داشتنی، میلز در رتبه ششم این لیست قرار گرفته. شماره 5 گادفری گاو. گادفری گاو یک هنرپیشه و مدل تایوانی الاصل اهل کاناداست. او که در 22 سپتامبر سال 1984 متولد شده، شخصیت جذابی داره و یکی از شیک پوشترین و خوش لباس ترین مردان جهان به شمار میره. او با نگاه زیبا و آرام خودش چهره جذابی داره و با اینکه در فیلم‌های سینمایی زیادی بازی نکرده، اما یکی از محبوب ترین شخصیت‌ها در کشورهای شرق آسیا به شمار میره. شماره 4 کریس ایوانز. در هر لیستی که راجع به جذابترین مردان دنیا باشه، مطمئناً کاپیتان آمریکایی نیز حضور داره. ایوانز یک بازیگر پرکار آمریکاییه که بیشتر برای بازی در نقش‌های فانتزی مثل کاپیتان آمریکا و 4 شگفت انگیز شناخته میشه. شماره 3 یک مرد جنجالی به نام عمر بورکان. احتمالا خبر مربوط به این شخصیت رو شنیدید. حدوداً 2-3 سال پیش بود که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه مقامات عربستان سعودی از او خواستند تا به دلیل زیبایی بیش از حد این کشور رو ترک کنه. به همین دلیل او در حال حاضر در کانادا زندگی میکنه. جالبه بدونید که بیشترین شخصیت مورد جستجو قرار گرفته در گوگل در سال 2013 عمر بورکان بوده. عمر در 23 سپتامبر سال 1989 در بغداد به دنیا اومده و یک شاعر، بازیگر و شخصیت مشهور اینترنتیه. شماره 2 جاستین ترودو. جاستین ترودو نه تنها ظاهر جذابی داره، بلکه دارای شخصیت خوب و دوست داشتنی نیز هست. دلیل قرار گرفتن او در رتبه دوم لیست بیشتر همین شخصیت جذاب و دوست داشتنیشه. نخست وزیر کانادا اکنون 45 ساله است و از سال 2005 با یک مجری تلویزیونی ازدواج کرده. و در نهایت شماره 1 تام کروز. این بازیگر و تهیه کننده مشهور آمریکایی یکی از جذابترین و خوش قیافه ترین مردان دنیاست. با اینکه کروز در 3 جولای سال 1962 متولد شده و در حال حاضر حدود 55 سال سن داره، اما نشانی از میانسالی در چهره او دیده نمیشه و هنوز هم در اکثر لیست ها به عنوان جذابترین بازیگر هالیوودی شناخته میشه.
امیدوارم این ویدیو هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. در انتهای این ویدیوهای قبلی ما رو تماشا کنید. با تشکر از شما عزیزان، خدا نگهدار.